سردار شعبه‌چا سردار منطقه خدمتی سپارش محترم وزیر شدگی از سردار شعبه سپارش دادک هر یک از در مسئله سطر حجاب بیگانه پرستی لباس بیگانه پرستی کاربری میکنیم. گروه کاری ای وزارت هم ریاست هم روادگی گونه شاید تریتور ما یکون جو دختی لباس های بیگانه مسئله سطر حجاب خطی بیوان کاربری کنین. بعد کدام اویلویی که هسته که اعضای ایلش پر را به سطر حجاب پوشی مشغولن ناظرای منطقوی کارمندای فوری گزارش پیشنهاد کنین که ما باید تا ساعت 5 نتیجه که همین روز کردیم در ریاست پیشنهاد کنیم. ریاست با وزارت همه را بگه سردار شعبه ساعت 18 گوش میکنه مسئله خطی سردار شعبه چا کاربر را سفربر کنین. بیننده عزیز گرامی، قبل از اینکه برنامه را آغاز نماییم در گذاشتن لایک و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. اگر به کانال آبونه نشده باشید آبونه شوید تا اینکه معلومات و خبر و آنچه که از کشور میبینید برای شما و برای تمام ملت دسترس باشد. یک نامه جالب را بیننده گرامی یک نفر از سابق منصبداران حکومت رحمانوف فرستاده است که درباره رحمانوف حکایت میکند. این نفر نام و نسبش را هم ذکر کرده است. شخصیت برای دایره های فرهنگی و ادبی و علمی عموما زیایی کشور شناخته شده می باشد. این نامه من را اگر علاجش باشد علاهیده چاپ نمایید. با احترام زاده ناحیه دنقره قفای автовокзал دنقره سابق خواننده مکتب شماره 1 به نام ولادیمیر ایلیچ لنین عین زمان نفقه خور در افیر نام من را نگیرید. خوب دیگر ما هم نام شما را نمیگیریم. این سابق حکومتی از دنقره ضمن انشای نامه اش به دو مسئله، یکی تامین امنیت رحمانوف در جریان سفرهایش با مناطق کشور و دیگر سطح واقعی محبوبیت وی در میان مردم تمرکز کرده است. مؤلف گفته است که اگر امام علی رحمانوف آنچنان که خودش و اطرافی‌هایش میگویند اینقدر با خلق باشد و محبوب و پسندی مردم باشد، چرا قبل از آمدنش به نزد مردم صدها بلکه هزارها نفر زیاد نظامی و امنیتی و اکثریت مسلح محل ملاقات او را تحت کنترل میگیرند؟ اگر در بین خلق عادی یگان دشمن دارد که قصد جان رحمانوف را میکند، معلوم میشود که این گپ و حرف ها که رحمانوف پرزیدنت خلق و مردمی است اساس نداشته است. در ادامه مؤلف با فکت و رقم ها این فکر و عقیده را بیان نموده است که آوازخوان‌های تاجیک در قیاس با رحمانوف مردم خوبتر از آنها پذیرایی میکنند. برای همین آبروی حافظه ها از رحمانوف چند کرات بالاتره. برادر محمد اقبال این نامه را یک نفر شخصی فرهنگی نفقه خور از شهر دوشنبه به شما روان کرده است. البته شخصی که این را روان کرد با شخصی دیگر، یعنی این نامه را اون با اون روان کرد و اون با ما روان کرد. من پیش خودم یک تحلیل گذراندم. این تحلیل من در اساس نوارها از یوتیوب و نیز از تماشای پیام‌های پیشوای ملت و پرزیدنت محبوب و دوست داشته ملت داخل ناخنک و نواری سفرهای او به نواحی کشور به وجود آمد. این تحلیلی من شهادت می‌دهد که پرزیدنتی که خود را در تمام تاجیکستان همیشه میگوید من وطنم را دوست می‌دارم، خلقم را دوست می‌دارم و گویا همه مردم تاجیک پرزیدنت را دوست می‌دارد، پیشوای خود می‌خوانند. در اصل و عمل این طور نبوده است. وقتی ارائه پیام هر ساله پرزیدنت می شود، ماه‌های دکبر آخر سال تمام مقامات دولتی تاجیکستان را مجبور میکنند که آن را مجبوری تماشا کنند به زوری و پریامای افیر کرده در تلویزیون های دولتی نمایش میدهند. همه رادیوها چه دولتی و غیر دولتی و این چنین در اینترنت شبکه جهانی یوتیوب میگذارند تا که مردم پرزیدنت محبوب خود را تماشا و گوش کنند. من چندین پیام پرزیدنت رحمانوف را تماشا و سپس تحلیل کردم. باور کنید که در تعجب موندم. نوارهای این پرزیدنت محبوب ما امام علی رحمانوف را در یوتیوب مخصوصا پیام‌های او را 8-9 آدم تماشا کردگی. ای 10 میلیون اهالی همین شماره تماشا کردگی رحمانوف. یک پیام دیگر پرزیدنت را از 10 میلیون اهالی تاجیکستان 52,000 آدم دیدند و تمام. یک پیامی پرزیدنت را 152,000 شهروند تماشا کرده است از 10 میلیون اهالی. اکثریت پیام های پرزیدنت رحمانوف را از
1100 آدم تا 48000 آدم تماشا کردگی است. بسیار عجایب و تعجب آور است. عجایبی کار را اینجا دیدم وقتی که در یوتیوب آوازخوان‌های تاجیک زلیخا محمدشاهی و فرهناز شریفова و شبنم سورایی را دیدم که یک سرود این حافظه ها را 5 میلیون 10 میلیون تا 24 میلیون و حتی تا 34 میلیون آدم تماشا کردگی. این چه خیلی پرزیدنتی مردمی است، پرزیدنتی خلقی، این چه خیلی پیشوای ملت است که حتی 10 20 100 برابر از یک آوازخوان تماشاچی ندارد. این معنایش چی بوده میتواند؟ یک حافظه ای که 23 ساله ای 5 میلیون تا 16 میلیون آدم یک سرود 2 یا 4 دقیقگی او را تماشا کردگیند. اما برنامه ای را که درباره پرزیدنت محبوب تاجیکان پیشوای ملت رحمانوف امالی شریپوویچ و عائله وی در ناحیه دنغره به نوار گرفته صدها هزار دلار بودجه را صرف کرده در تمام تلویزیون دولتی طول یک هفته نمایش داده بودند. باز در یوتیوب هم ماندم، همه شد 10,000 آدم تماشا کرده است. این به آن معنا است که نه اینکه محبوب و مقبول نیست، بلکه مردم یعنی آدمان خسته شدگیان ای دیدن رحمانوف و گپ زنیش دیگر نه اینترس نشدگی، جالب نیست که ها به دل خلق زدگی، خلق زد پرکلوچت کرده با سراغ دیگر کانال ها می رود. میگه افتی خنکش در گور لعنتی را. حافظه دیگر که سال تولدش 1993 و 33 ساله است، یک سرود او را 6 میلیون، سرود دیگرش را 24 میلیون و سرود سومش را 48 میلیون آدم تماشا کرده. این سرودها از 3 دقیقه تا 5 دقیقه زیاد نیستند، اما پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان محبوب داخلی ناخونک، دوست داشته ترین پرزیدنت جهان در داخلی ناخونک که 3-4 ساعت در پیام هایش قرائت میکند، آدما را مجبور آورده طول 5-6 ساعت چون گروگان در کاخ باربد میشتونشون این پرزیدنت را 10,000 یا 48,000 بالا تا 152,000 آدم تماشاش میکند. حافظه دیگری که 45 ساله شبنم سوریا که یکی از سرودهای او را 9 میلیون آدم تماشا کرده، سرود دیگرش 21 میلیون آدم تماشا کرده، باز یک سرود دیگرش 28 میلیون، خلاصه تا 34 میلیون و اینچنین سرود آخرش 54 میلیون تماشا کرده. اما همه این حافظه آوازخوان‌ها را کدام محافظ و جاندار و تلخ یعنی بودیگارد همراهی و محافظت نمیکنند، می آیند با دسته خود میخوانند و میروند. اگر این همه حالتها را ما تحلیل کنیم می توانیم بگوییم که آبروی این سه حافظه از آبروی پیشوای ملت، اساسگذار وحدت، نجات بخش سیاره، پرزیدنت محبوب مردمی تاجیکستان محترم جناب علی رحمانوف امالی شریپوویچ میلیون مراتب بالاتر بوده است. آخرین نامه با شما برادر محمد اقبال رحمت کلام که چنین برنامه‌های مردمی را تشکیل کردید و درد دل مردم عادی را به خودشان میرسانید. خداوند از شما راضی باشد. برادر گرامی محترم محمد اقبال صدردین، من تا امروز طرفدار پرزیدنت و حکومت تاجیکستان بودم، در وظیفه‌های دولتی کار و فعالیت کردم، با گفته زیایی اینتلیجنت به حساب میروم. چند سال همچون معلم استاد کالج هم کار کردم. این زمان در شهر دوشنبه زندگی دارم، نفقه خورم. دیپلم اولم را در زمان شوروی گرفته بودم. صاحب 2 معلومات عالی می باشم. در مجلس های حکومتی تاجیکستان با اشتراک پرزیدنت امالی رحمانوف اشتراک کردم. کم همسایگی او را هم داشتم. در زمان سیسسر در ناحیه دنغره تولد شده، بعداً به شهر دوشنبه کشیدگیم. از نگاه من پرزیدنت رحمانوف امالی آدم آن قدر بد نبود. تا سالهای 2005 رحم و شفقت و طرفدار خلق عادی بودن خود را کم وانمود میکرد و گاه خود را عدالت پرور نمایش میداد. بعد سال 2007 آهسته رفتار و کرداری و دیگر شدن گرفت. الکی پول و مال پرزیدنت زیاد شد و یک بار 180 درجه دیگر شد و تغییر یافت. سالهای 2008 و 2009 دیگر روی راست فرمانهای غیر قانونی و حتی کشتارها را شخصا به مقامات ها صادر میکرد. دیگر تنها بعضی آدمان دنغره را دستگیری میکرد و با مردم عادی اهمیتی نمیداد. کشتار علی بیدکی، کشتار میرزا جگه، کشتار وزیر MVD صالح محمد نظر، کشتار حاجی حلیم، زندانی کردن یعقوب سلیم، زندانی کردن غفار صدای، زید سعیدوف، محمد رضی اسکندرов، یعنی چیز که آدمان نزدیک خود را سر کرده، دیگر بسپشد نه و بانک رفته، دیگر فکر هیچ کس را نمیکرد، نه فکر پدر و مادر این شخصان را، نه فکر زن و کودکان آنها را و نه فکر خدمت های این شخصان را میکرد. تاریخ
گواه است و حتی بعض شخصان را محض شخصا پرزیدنت سفارش میداد که فلان شخص را حتما زندان کنید، گناه دارد یا ندارد. این شخصان را با واسطه اگنتی کروپسیا آن وقتا کلی فتاح رقاصه فتاح سعیدوف که بعدها به عبدالفتاح غایب تغییر نام کرد، دیرکتوری اگنتی کروپسیا بود، شکستند و به زندان انداختند. مثلا نظام خان جورایف، زید سعید و غیره. با واسطه این کلی اینتریگانت یا چه خیلی شما میگوید سوزی بد است که از قشلاق خجاوک دنغره است، از ناحیه غرب قشلاق حوید با پدرش غایب کل مهاجر شده در سالهای شوروی آمدگی بودند، اما همه وقت خود را دنغرگی میگیرد. شخصانی صرف به گناه را نامردانه زندانی کرده شکسته بودند. اگر در یاد داشته باشید در یک مجلس شورای امنیت امامعلی رحمان و پروکوروران را خزانده سخت سرزنش کرده بود که 10 سال پیش صورتتان را یک بار ببینید که چه خیل بودید، حاضر چی خانه داشتید، امروز چی، کی آورد شما را به سر این وظیفه ها؟ لب پاستا را میبینیم میگفت بعضش منه. прокурора хизетон аҷо муовинои прокурори генералӣ ин вазифаи ҷонии шумо ҳам аст. як камбуди прокурори генералӣ нест. яхеша садқаи вазифаву иззати эҳтиромиро ба давлат ҳамин катаи кор бора бинем як андеша кунед 10 сол пеш суратона монед хонатон да суратотон кӯдакотон портрет кине бинед чӣ ранг набу доштен 15 сол пеш чӣ ранг набу доштен ҳозир чӣ чӣ хонаводар доштен ҳозир чӣ چی مالکت داشتین حاضر چی؟ آیا شکرانه کرده کار نمیکنید؟ صادقانه در کجا بودین؟ کی دعوت کرد؟ کی انتخاب کرد؟ کی تعیین کرد؟ یگان نفر شما را من سپارش دادم که فلان دیلا را دیگر کنید. 1001 طرف میگردانید باز دیلای پول آدمانی وای داره. کروپسیا کافته گشتیم. هستم کادرای صادق. یه روز پرابلم نیست. یا خیرات بعضن تا همین درجه کوردنوا کنید. از درون خاک برآورده امروز لامپاسا را میبینیم وای میبینیم پیش یاد کن همه معاونای اول معاون پروکورور از وظیفه‌شان آزاد پروکورور ولایت آزاد هستن کادرای صادق یه روز پرابلم نیست. اون وقتا کلی فتاح اوتای شروع پروکورورها رو که سخت بد میدید آنها رو با پرزیدنت سیاه کرده بود چون که میخواست تیزتر وزیر MVD شود. بعدی اگنتی کروپسیا استریلکاش راست به سمت MVD و وزیر این وزارت شدن بود. اما خداوند خودش میداند که چه خیلی دل و نیتی دارد. در یک لحظه کلی فتاح گرفتند و شرمنده‌وار دفع کردن و آنتی پارتیوش کردند. خلاصه کلام پرزیدنت امامعلی رحمانوف عین زمان 74 ساله شد. در طول این سالها آبروی اعتبار وی به جای آن که بالا رود آمده در زمین خاکی سیاه زده است. اگر رحمانوف امامعلی در نزد مردم آبروی اعتبار می داشت و یا پسند خلق می بود حتی به ناحیه دنغره که ناحیه خودش زادگاهش است می آید یک هفته پیش گروه الفا اقدام زیاده از 500 نفر باز 200 نفر جاندار و تلخ و خدمات محافظان خودش 1500 سلط مخصوص میلیسیای ناحیه دنغره 1500 نفر از ولایت ختلان 1000 نفر از چست 35 یلدی سابق سهراب قاسم 1000 نفر آمده در کوه پشته های دنغره جابجا میشوند و پوزیسیا میگیرند. چرا من عموما نمیفهمم که این قدر خراجات و این همه ناباوری و این همه وحشت و ترس از چی و از کی باشد آخر؟ رحمانوف در تمام محفل و مجلس ها خود را شعر میگیرد، خود را قهرمان ملت داخل ناخنک جناب عالی داخل ناخنک و پیشوای ملت داخل ناخنک معرفی میکند. در سینه میزند اما از همسایه های دنغرگی خودش میترسد و با توپ و تانک و ارمی خودش میآید به زادگاه خودش. برای چی؟ خوب شهر کلاب یا پامیر یا وحدت یا سوق رفتنی شد تا 10,000 سلطات میلیسیا و امنیتی و تمام مقامات او را رفته محافظت میکنند. اما در زادگاه خودش دنغره کی میترسه امامعلی رحمانوف؟ ما میتوانیم یا نمیتوانیم سوال است ریتوریکی و کشاده باقی میماند. واقعا راست میگه این پیرمرد نفقه‌خور، واقعا درست است، راست میگوید. پس گفتار اصلاح به این نامه. این نامه بیننده گرامی تنها یک نامه عادی نیست، این صدای اندیشه یک نفر است که سالها از نزدیک نظام را دیده و امروز به خلاصه های دیگر رسیده است. سوال این است که اگر رحمانوف واقعا محبوب خلق است چرا برای دیدار با همین خلق صدها و هزارها محافظ لازم می شود؟ اگر مردم او را دوست می دارند پس این همه ترس از کیست؟ مردم عادی، از جوانان، از مادران و پدران یا از همان
حقیقتی که دیگر پنهان کردنش دشوار شده است. چرا یک آوازخوان به ارتش، به الفا، به صدها ماشین محافظتی به میان مردم می رود، اما پیشوای ملت حتی بدن غرض زادگاه خود با محاصره نظامی سفر می کند؟ آیا محبوبیت را با شعار می سازند یا با محبت واقعی مردم؟ آیا احترام را با تلویزیون های دولتی مجبوری نشان می دهند یا با دل مردم به دست می آورند؟ این نامه یک سوال بزرگ است پیش جامعه می گذارد. آیا راهبری که از خلق خود می ترسد می تواند خود را راهبر مردمی نامد؟ جواب را هر کس از وجدان خود بپرسد. بله، درست است و امیدوارم که ملت و مردم این نکات را نیز دقت می دهند. بله بیننده گرامی، اگر شما هم نظر دارید و همین شکل مستند و با دلیل است به اصلاح نویسید تا ما آماده ایم که آن را نشر و تقدیم ملت نماییم. در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید تا عدد بیشتری هموطنان ما و شما این همه معلومات ها را ببینند و چشمشان باز شود. با امید پیروزی با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.